مثال کمتر این خنوکو اثر که دیگه سردی‌های پی‌درپی سال جاری که آخرهای ماه مارت و آغاز ماه اپریل به وقوع آمد به حاصل کارتوشکا نیز تاثیر جدی رسانیده است. دهقانان میگویند از حساب سردی‌ها حالا حاصل کارتوشکا نظر به سال گذشته نسبتاً کم شده است. از جمع‌آوری حاصل آن معلوم است که کارتوشکای کلان یعنی نوع یکم خیلی کم است. عادلبک دوسماتوف دهقان از جماعت دهاتی غازیانی ناحیه باباجان غفوروف امروز به غنوچینی حاصل کارتوشکا آغاز نمود. دهقان میگوید کارتوشکا را اساساً سحری بر وقت پیش از آفتاب برآمدن جمع آوری میکنند زیرا گرمی هوا باعث ویران شدن صفت آن میگردد. یگانه خواطری آنها این پست بودن صفت کارتوشکا است. هوای گرم آفتاب میزند سیاه میشه کمتر بینور میشه کاری سحر سالقینی که دی آفتاب بنمونده گرم بنمونده سالقینی که به سر کده میگیری. سردار خواجگی کرامتی جماعت دهاتی غازیان عاقلجان دوسماتوف میگوید این خواجگی در عموم 1 هکتار زمین کشت را فرا میگیرد. امسال در مساحت 30 ساتیخ کارتوشکا کشت شده است. سال گذشته حاصل کارتوشکا در عموم بیش از 9 تن را تشکیل داده بود. امسال باشد از روی مشاهده دهقانان این نشان داد تا جای کاهش یافته است. دهقانان تاکید کردند که بعد شنانیدن تخمی کارتوشکا حاصل آن دوامی 3 ماه تیار می شود. در این مدت به زمین کارتوشکا 3 مراتب داروی مخصوص می پاشند که نرخ 50 کیلوی آن 250 سومانی را تشکیل می دهد. برای 30 ساتیخ زمین کارتوشکای دهقان عاقلجان دوسماتوف 300 کیلو دارو پاشیده شده است که نرخ آن در عموم 1,500 سومانی را تشکیل داده است. این خرج دهقان غیر از سپاریدن اندازه زمین می باشد. بنابراین حالا معلوم نیست که با به دست آوردن فایده از حاصل کارتوشکا خراجات دهقان می براید یا نه. ولی حاصل ناکش کمتر. این سال خدا میدونه نکنه. حالا معلوم نیست. کمله ناو سر کردیم همین روی سر کردیم خدا خیلی حاصل میداد بگیست. دهقانان کارتوشکا را به فروشندگان یک لخت میدهند یعنی فروشنده کارتوشکا را وابسته به نوعش از 1 تا 3 سومانی و 50 درم خریداری میکند. سپس به بالای نرخ خریدش فایده خود را گذاشته به طور چکنه به فروش میگذارد. در بازار مرکزی پنجشنبه کارتوشکای نو از آغاز ماه ایون به فروش برآمده است. امروز نرخ 1 کیلوی آن از 2 تا 5 سومانی ارزش داشت اما فروشندگان این نرخ را نظر به سال گذشته نسبتا ارزان میحسابند. این هم در حالی است که ماه‌های ینور فوریه سال جاری نیز نرخ کارتوشکا در بازار 5-6 سومانی ارزش داشت. آن وقت فروشندگان سببی بالاروی آن را به کم ماندن ذخیره ربط داده بودند. حالا باشد با برابری به فروش برآمدن حاصل نو کارتوشکا در بازار فراوان است اما نرخ همانا تا جای گران باقی مانده است. این نوبت بهانه فروشندگان سردی‌های اولی بهار و پس بودن صفت کارتوشکا می باشد. اگر خنک نمیشد کارتوشکا ممکن 4 کیلوش 10 سومون بشه. هم به حاصل یک اسپیت کارگی نه حالی. اقل یانگ ما اقیم موندگی. هم حاصل های مایده تر. اسپیتی پرسو کلانتر بود. این سال حجمش. این سال مایده تر کارتوشکا. این کارتوشکا خودتان یا خریده می‌فروشید؟ نه خریده می‌فروشیم. چه پول میگیرید تا از دهقان همین کارتوشکا 3 سومن 80 درمی خریده ایم. هر کن دهقان تاب دل خریدار کردن نمی‌بینید که بزرگ با. علاش گیریم می‌بینیم ما من دویم سال جدا می‌کنیم. عقبات 3 سال جدا می‌کنیم. بعد تاب دل خریدار کار می‌فروشیم. محیب خان حافظوف یک خریدار کارتوشکای نسبتاً خردی روزگارباری را با نرخ 4 سومانی و 50 درم در عموم 12 کیلوی آن را خریداری نمود و میگوید این مقدار به 2 عائله آنها برای 2 هفته بسندگی میکند. نرخ کارتوشکا باشد در شرایط امروزه طلبات هر عائله را قانع کرده میتواند. بازار قیمت خبری کردن روح قیمت میکنه دارو قیمت مزد مهنتی کارگر قیمت میکنه. گرانشوی نرخ سبزیجات بخصوص کارتوشکا و سبزی سال جاری قسم زیادی ساکنان را نگران کرده است. این دو نمودی سبزیجات نیاز اولیه مردم به حساب می رود اما کی نرخ آن معتدل می شود معلوم نیست زیرا بعد پخته رسیدن حاصل نوی کارتوشکا و سبزی و فراوان شدن آن در بازار نیز حالا هم نرخ آن به معیار وارد نشده است. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.